طبیعی است هیچ آدم عاقلی با اصل مذاکره مخالف نیست. بحث در کیفیت مذاکره است. طرحی که آقایون میگن میدانیم که و همه میدانند که ما به تعهداتمون در برجام عمل کردیم و اروپا و امریکا، کشور اروپایی و امریکایی به معاهداتشون عمل نکردن. دوباره آقایون میگن با فرض اینکه اینها به معاهداتشون عمل نکردن و یک جانبه از مذاکره حتی بیرون رفتند، ما دوباره برگردیم پای میز مذاکره و گزینه‌های دیگر رو روی میز بگذاریم. گزینه‌های دیگر اینها چیست که ازش این روزا خجالت میکشن دوباره پرده برداری کنن؟ گزینه برجام 2 و 3 است که پایانش همون چیزی است که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در اواخر عمرشون گفتن، منتشر شد و اون پذیرش نظریه خلع سلاحه. یعنی ما کاملا سلاح رو زمین بگذاریم. منتها تلقیشون این بود که ما به جای اینکه مقاومت کنیم و اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، خلع سلاح رو میپذیریم و اقتصادمون رو علمی میسازیم. مثالم میزدن به آلمان و ژاپن که بعد از